خب این جلسه میخوایم در مورد سیستم آموزش عالی در کانادا صحبت کنیم که در ادامه سیستم بستان و دبیرستان هست. یعنی اینکه وقتی دانش آموزی دبیرستان رو تموم کرد میتونه وارد آموزش عالی بشه در کانادا. خب حالا میخوایم ببینیم ساختار آموزش عالی در کانادا چجوری هست. در کانادا دو سیستم جداگونه برای آموزش عالی وجود داره که یکیش رو بهش میگن تو انگلیسی کالج یا تو فرانسهش میشه کالج و دیگه که دانشگاه است که انگلیسیش میشه یونیورسیتی یا اونیورسیته در زبان فرانسوی. چه فرقی بین این دوتا هستش؟ دانشگاه ها همونجور که میدونید مال عین ایران هست، یعنی لیسانس، فوق لیسانس، دکترا و در ادامه میتونه فوق دکترا هم باشه. کالج ها مؤسسات آموزش عالی هستند که مثل دانشگاه بعد از دوره دبیرستان دانش آموزا میتونن وارد بشن، اما دیگه مثل دانشگاه درجه بندی نداره. یعنی اینکه اینجوری نیست که شما برید لیسانس، فوق لیسانس، دکترا بخونید. در کالج آموزش‌های مختلفی هست، بیشتر آموزش‌های عملی و مهارت‌های شغلی و دوره‌های کوتاه مدت هست. انواع و اقسام مدارک رو میدن، مثلا لایسنس میدن یا همون گواهی نامه، بعضی وقتا مدرک میدن، بعضی وقتا هست دوره‌های تکمیلی هست که فقط به صورت مثلا 3 ماه 4 ماهه صورت یا انگلیسیه یا فرانسه یا تلفیقی از این دوتاست. یعنی ما یا دانشگاه‌های 2 زبانه داریم یا کالج‌های 2 زبانه و تک زبانه که باشه یا انگلیسیه یا فرانسوی. نکته مهمی که در ابتدا من باید بهش اشاره کنم اینه که ساختار آموزشی در کانادا در استان‌های مختلف به اون استان ربط داره. یعنی اینکه هر استان سیستم آموزشی خودش رو به صورت مستقل مدیریت میکنه، اما یک استانداردهای ملی هست که به همه اعمال میشه، ولی 80-90% سیستم آموزشی مربوط به خود استان هست، ولی جوری اینا با هم تنظیم میکنن که اگر مثلا یکی فارغ التحصیل توی استان شد بتونه بره تو استان دیگه هم کار بکنه. خب ما چه دروس و رشته‌های تحصیلی رو در کالج ها و دانشگاه ها داریم؟ خب دانشگاه ها که مشخصه مثل دانشگاه های ایران دروس علوم پایه هست، دروس مهندسی، پزشکی هست یا کلن علوم پزشکی، حقوق و علوم سیاسی، کلیه رشته های علوم انسانی، هنر، مدیریت، اقتصاد و رشته های پژوهشی هستش. اما تو کالج که معادلش رو ما تو ایران نداریم تقریبا، یا میشه گفت که بعضی مراکز فنی حرفه‌ای هستن، در کانادا اکثریت کارهای خدماتی به کالج محول شده، مثلا آیتی، مدیریت کسب و کار یا بیزینس، هنرهای کاربردی مثلا طراحی‌های داخلی، نمیدونم کشی ساختمان، مکانیکی ماشین، اینا قسمت‌های فنی داره، مهندسی داره، علوم انسانی داره و هتلداری هست، نمیدونم گرافیک هست، مهارت‌های فنی حرفه‌ای، به علاوه اکثریت رشته‌های پیراپزشکی که در ایران هستن در کانادا تو کالج قرار میگیرن. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرد میره دوره مثلا 2 ساله کمک پرستاری چیز میکنه، یا 4 ساله پرستاری، یا بهداشتکاری دهان و دندان، یا مثلا منشیگری یا مدیریت تبهای پزشکی یا بیمارستانی و اینجور رشته ها. شهریه ها رو که گفتیم در استانهای مختلف اینو باید در نظر داشته باشید که شهریه ها فرق میکنن. معمولا استان کبک، استان نیوفاندلند ارزون ترین شهریه های دانشگاهی رو دارند و استان بریتیش کلمبیا و اونتاریو بیشتر شهریه های دانشگاهی رو دارن. اما این نکته رو هم باید در نظر داشته باشید که هزینه فقط شهریه نیست، محل زندگی یا اجاره خونه هست،
خورد و خوراک هست، حمل و نقل هست. بعضی استان‌ها مثلا بیمه‌های تکمیلی بهتری دارن برای دانشجوها، بعضی‌ها کمتر هست. اینجا علاوه بر اینکه استقلال آموزشی و اعتبار مدرکی دانشگاه‌های کانادا بین المللی هستند و هر کدوم برای خودش سیستم خاصی داره، معمولاً اینجوری میشه گفت که دانشگاه‌ها بیشتر خودشون هم مستقلن، علاوه بر استان خودشون مستقلن. یعنی اینکه مثلا دو تا دانشگاه توی استان تقریبا از همدیگه کامل مستقل عمل میکنن. اینجوری نیست که دوره‌های درسیشون شبیه هم باشه، اما معمولا نظارت استانی بر کالج ها هستش. یک چیز دیگه هم که تو دانشگاه ها من اینجا لازم میبینم که اشاره بکنم، گروه U15 هستش. این گروه شامل 15 دانشگاه برتر کانادا هست که دام من لیستشو به شما میگم. ولی یه نکته اینجا مهمه که بگم، دانشگاه‌های کانادا مثل دانشگاه‌های آمریکا یا دانشگاه‌های ایران اختلاف علمی چندانی با هم ندارن. یعنی مثلا شما تو آمریکا یک دانشگاهی مثل هاروارد، استنفورد درجه علمیش فوق‌العاده بالاست. دانشگاه‌هایی داریم که حتی تو خود آمریکا از ایران بعضی دانشگاه ایران هم درجهشون خیلی پایین‌تر. یعنی مثلا شما بین مثلا 0 تا 1000 در نظر بگیرید، ما 1000 رو هم معتبر تو همینجور عددی دارم میگم که در نظر داشته باشید، و ضعیف ترینش هم تو آمریکا هست. تو ایران هم همینجوری اختلافات زیاده. ولی تو کانادا این U15 تقریبا 15 دانشگاه برتر، ما بقیه هم خیلی فرق اون چنانی ندارن. خب این U15 ها کدوم ها هستن؟ اینجا اگر اعضای U15 رو نگاه کنیم، دانشگاه آلبرتا هست در استان آلبرتا و دانشگاه کلگری. این دوتا از استان آلبرتا هستن. یه دونه از استان بریتیش کلمبیا هست که دانشگاه بریتیش کلمبیا هست، به اصطلاح UBC میگن. یک دانشگاه از استان نوواسکوشیا هست که دانشگاه دلهوزی هست. 3 تا دانشگاه ما از استان کبک داریم. دانشگاه لول هست، دانشگاه مکگیل هست و یونیورسیته دو مونرئال هستش. این 3 تا مال کبک. 6 تا دانشگاه داریم از استان اونتاریو که دانشگاه مکمستر هست، دانشگاه تورنتو هست. مکمستر تو شهر همیلتون. دانشگاه وسترن هست در شهر لندن هست. دانشگاه کوینز در شهر کینگستون و دانشگاه واترلو هست در شهر واترلو. یک دانشگاه دیگه هم هست که همون دانشگاه اوتاوا مال پایتخته که حالا اگه بخوایم جزو استان در نظر بگیریم میشه استان اونتاریو. و 2 تا دانشگاه دیگه، یکی دانشگاه ساسکاچوان، یکی دانشگاه منیتوبا، از هر دو استان ساسکاچوان و منیتوبا. اگه از نظر زبانی بخوایم نگاه بکنیم، یونیورسیته لول و یونیورسیته دو مونرئال دانشگاه کاملا فرانسوی زبان هستند در استان کبک. دانشگاه اوتاوا دانشگاه دو زبانه هست و تقریبا میشه گفت بزرگترین دانشگاه کامل دو زبانه در کانادا دانشگاه اوتاوا هست. دانشگاه مکگیل با اینکه در استان کبک هست فرانسوی زبان نیست، کامل انگلیسی زبان. این رو هم من اضافه کنم که ما دانشگاه هامون به این شکله که تو کانادا یا دانشگاه انگلیسی زبانه همینجور که گفتم، یا فرانسوی زبانه، یا دو زبانه هست. بعضی دانشگاه ها با اینکه تک زبانه هستند ولی یک کمپوس زبان دوم دارن، مثل دانشگاه اینجا هست آلبرتا یه دونه فاکولته سن ژان داره. این فاکولته سن ژان کلن دروسی که در اونجا ارائه میشه به زبان فرانسه هستش، یا بعضی چیزای کوچیکی تو دانشگاه منیتوبا هست. اما مثلا ما تو استان کبک دانشگاه دو زبانه نداریم.
3 تا دانشگاه انگلیسی زبانه، دانشگاه مکگیل، دانشگاه کنکوردیا و دانشگاه بیشاپ در شربروک. ولی ما در مثلا استان اونتاریو دانشگاه اتاوا دانشگاه 2 زبانه است، مثلا تورنتو، واترلو، دانشگاه کوینز انگلیسی زبان تک زبانه است و دانشگاه تک زبانه مثلا فرانسوی هم تو اونتاریو داریم و بعضی از استانهای دیگه این شکلی. خب حالا میرسیم به انتخاب مسیر تحصیلی در کانادا. من به طور خلاصه بگم اگر بخواید آموزش عالی رو در کانادا بگذرونید یا باید مسیر دانشگاه رو انتخاب بکنید یا مسیر کالج رو. همینجور که گفتم دانشگاه مثل ایران هست، مقاطع لیسانس، فوق لیسانس، دکترا هست و اگه کالج رو بخواید بخونید بعد دبیرستان دوباره بخواید برید دانشگاه باید دوباره از اول وارد دانشگاه بشید، یعنی تحصیلات کالج بعضی از قسمت‌های دانشگاه رو ویو یا جبران نمیکنه، یعنی هر کدوم 2 مسیر جداگونه هستش. این از این. در مورد چگونگی گرفتن بورسیه های تحصیلی یا چگونه ثبت نام بکنید و اینا خیلی مباحث پیچ در پیچیه. من یک جلسه در مورد انواع بورسیه های تحصیلی میگم، ولی ما بقیه مثلا ثبت نام و نمیدونم چیکار باید بکنید رو میتونید خودتون از وبسایت خود دانشگاه برید و نگاه کنید که مثلا بازهای فلان رشته چی هستش که شما بخواید وارد اون رشته بشید. مثلا فلان رشته در فلان دانشگاه چه ریکوایرمنت هایی میخواد، چه چیزایی رو باید بهش بپردازید، چه مدارکی ارسال کنید، سطح زبانتون در چه حد باید باشه، چه مدارکی باید ارسال کنید و الی آخر. اینا رو خودتون در مورد هر رشته و هر دانشگاه یا همچنین در کالج، ما چون کالجامون بعضی کالج‌ها کلا مستقلن برای خودشون، بعضی زیر نظر برخی دانشگاه‌ها فعالیت میکنن که اینها رو هم میتونید باز از طریق خود همون وبسایتش ببینید. ولی وقتی که دانشگاه میخواید انتخاب بکنید، من اینجا تقریبا به طور قطع به شما میگم که اگر میخواید سریع وارد بازار کار بشید با استفاده از تحصیلات تکمیلی، تنها راه یا بهترین راه کالج است، چون 80-85% کسانی که وارد یه عده شغل ها میشن که نیاز به تحصیلات عالی دارن فارغ التحصیلای کالج هستن. کسانی که میخوان کارهای تحقیقاتی انجام بدن یا اینکه تا سطح دکترا برن، اینها میتونن وارد دانشگاه بشن، اما پیدا کردن شغل بعد از تحصیلات دانشگاهی یکم بحث خیلی مشکل و فوق‌العاده رقابتی هست و اکثر مثلا فارغ التحصیلا معمولا مجبور میشن که کارهایی غیر از تحصیلات خودشون انجام بدن. همچنین باید دقت بکنید که هزینه اون دانشگاه چجوریه، هزینه اون شهری که اون دانشگاه اونجا هست به چه صورت هست و الی آخر. خلاصه‌ای بود از اون چیزایی که به صورت کلی باید شما در مورد کالج یا دانشگاه ها اطلاعات داشتید که یه ورود اولیه هست. اما اگه سوال خاصی هست، اگه فکر میکنید که بعضی قسمت ها رو باید بیشتر باز بکنیم و توضیحات بیشتری بدیم غیر از بحث بورسیه ها رو من دیگه جلسه جدا حتما خواهم گفت. سایر موارد اگر سوالی دارید تو کامنت ها بنویسید و من یا همکارانم نگاه میکنن و اگر دیدیم که تعداد سوالات در یه زمینه خاصی زیاده و نمیشه اونجا جواب رو به صورت چند خط نوشت، حتما برنامه خاصی براش درست میکنیم. پس در یک ویدیو دیگه من انواع بورسیه های تحصیلی و کمک هزینه ها رو جداگونه خواهم گفت.